و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم، سوال داشتم. استاد محترم، در مورد گروه جهادی صحبت کنید، کدامش حق است؟ او گروه جهادی واضح است، هر کسی مطابق قرآن سنت روان است اونم حق است. هر کسی که مطابق وحی الله و سنت و حدیث قبول داره عمل میکنه، با منهج صحابه روان است، با منهج صحابه روان است، با منهج تابعین تابعین روان است و جهادش به خاطر الله است. جهادش محدود به یک زمان نیست، محدود به یک مکان نیست، بلکه به خاطر از اینکه مسلمان ها از شر کفار نجات به نظام الله در کل دنیا حاکم شود. این واضح است دیگه. این را الله به ما شما توضیح داده است. مثلا رسول الله هم جهاد کرد، صحابه کسی به طریقه اونها جهاد، صحابه چطور جهاد کرد؟ این تو نبود که تنها به یک منطقه خاص باشه. مثلا که مکه را فتح کردن قرار بشیدن بگوین این خاک ما مکه بود، مدینه بود، دیگه جهاد نکنه. پیش رفتن، عراق فتح کردن، یمن فتح کردن، بحرین فتح کردن و تا بعد از او دیگه هم پیش دوران عمر رضی الله عنه امپراتوری فارس ایران فتح کرد و روم، ترکیه و شام، یعنی ایسا فتح شد و همین قسم دیگه عثمان رضی الله عنه خراسان زمین دو وقت میگفت افغانستان فتح کرد، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، میتو ماویه رضی الله عنه طرف افریقا را، یعنی آزادی نظام الله را، نظام عدل الهی را در کل دنیا تطبیق کردن. یعنی کسی که به اون منهج جهاد میکنه اونم بر حق است، هر کی که باشه.